سرخط خبرها معرکه دعوت حربی به انجام رسید. نقشه پورا اجرا شد. شرکت IRS با رفت و آمد ماشین ها محدودیت جاری کرد. دوما قانون منع تغییر جنس را در روسیه بررسی دارد. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتون میکنیم. امروز 2 ایون است. در ولایت سوخت نقشه دعوتی بهاری با خدمت حربی اجرا شد. دیروز 1 ایون خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت با نشر چند عکس از روند سفربرکنی جوانان با صف قوه‌های مسلح خبر داد که نقشه دعوت در این منطقه 100% اجرا شده است. با تاکید نهاد نقشه دعوتی حربی در وقت مقرر شده اجرا شده با این کارهای ترغیبی و تشویقاتی در مرحله بین دعوتی برگزار گردیده باعث شد. 1 ایون معرکه بهاری دعوتی حربی در تاجیکستان به آخر رسید. مقامات تنها از اجرای نقشه دعوتی حربی در منطقه های الهیده خبر دادند، ولی هنوز معلوم نیست که نقشه دعوت در کشور پورا اجرا شده است یا نه. باری آخر 12 می مقامات گفته بودند که نقشه دعوت 76% اجرا شده است. در روز اولی معرکه دعوت ولایت مختار کوهستانی بدخشان خبر داد که نقشه را پورا اجرا کرده است. بعداً شهر دوشنبه و دیروز ولایت سوخت از اجرای نقشه دعوتی حربی خبر دادند. معلوم نیست ولایت ختلان و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری چند درصدی نقشه دعوت را اجرا کردند. همه ساله در موسم دعوت به ارتش خبری بازار یا تاریخ ابلاغ به خدمت بردن جوانان ثبت می شود. اکثریت دلیل فرار از ارتش را در شرایط ناخوب و مهترسالاری یا ددفشینه عنوان میکنند. شروع از 1 ایون سال جاری در شهرهای دوشنبه چناق برای رفت آمد ماشین ها محدودیت جاری شده است. در این باره شرکت نگهداری راه Innovated Road Solutions یا IRS خبر داده است. همکنون راننده ها باید طبق مقررات شرکت IRS سفرهای خود را از دوشنبه به خوجند و یا برعکس با نقشه بگیرند. این مسیر فعلا یگانه راه پولکی در تاجیکستان است که از سال 2009 در اختیار شرکت IRS است. شرکت اطلاع داده که با فرارسیدن موسم گرما شروع از 1 ایون سال روان تا 31 آگوست همین سال محدودیت حرکت واسطه‌های نقلیات از ساعت 10 تا 19 جاری می شود. گفته می شود این محدودیت بیشتر به ماشین های گران وزن از 6 تن بالا مربوط است. ماشین های از این وزن سبکتر می توانند به رفت آمد خود ادامه بدهند. شرکت IRS در اطلاعیه خود خبر می دهد که اقدام مذکور به خاطر تعمیر و از نوسازی این شاهراه که در زمستان اکثر آن خراب گشته است گرفته شده است. با گفته مسئولان شرکت 50 کیلومتری راه مذکور تعمیر کلی و بیش از 100 کیلومتر دیگر آن تعمیر جزئی خواهد شد. لایحه قانون با دومای دولتی روسیه پیشنهاد شد که تغییر جنس را با راه جراحی کاملا منع می‌کند. این پیشنهاد در دایره وارد کردن تغییر الهه‌ها با قانون‌های درباره حفظ سلامتی و درباره سندهای حالت شهروندی ارائه شده است. کانال دومای دولتی در پیام‌رسانی تلگرام خبر داده است که لایحه مذکور قانون از سوی 400 وکیل پارلمان تهیه شده است. طبق لایحه قانون جراحی تغییر جنسی تنها به خاطر تبابت ناهنجاری‌های مادرزادی فیزیولوژی تشکل جنسی در کودکان اجازه داده می شود. برای این نوع جراحی قرار داخلداری کمیسیه طبی بیمارستان دولتی لازم است. لایحه قانون همچنین منع تغییر جنس را در سندهای رسمی پیش بینی می کند. در حال حاضر قانونگذاری روسیه اجازه می دهد که جنس شهروندان در حجت‌ها تغییر داده شود. مقامات محلی طالبان در نیمروز میگویند هر روز هزارها مهاجر افغان از ایران به این ولایت پس گردانیده می شوند. برخی از پناهنده های اخراج شده افغان میگویند به دلیل نداشتن سند اقامت در ایران بخصوص از سوی ماموران انتظامی این کشور فشار و شکنجه شدند. اما با این وجود آزار و اذیت گروه دیگری از ساکنان افغانستان باز هم با راههای قاچاقی تلاش میکردند وارد ایران شوند. زرنگیزی نوروزشو در همین باره گزارش دارد. مهاجران خسته و آواره افغان. این مرز ولایت نیمروز افغانستان با ایران است. روزانه تا 3000 نفر طریق این را از ایران به افغانستان برمیگردند. قسم با خواهش خود اما اکثریت افرادی هستند که اخراج شدند. یکی از سبب‌های رانده شدن آنها هم نداشتن سند قانونی بود و باش در ایران است. عبدالقادر تازه از ایران خارج شده است. میگوید از سوی ماموران حکومت ایران در شهر یزد خیلی اذیت شده است. مرا بازداشت کرده آوردند و چنان ظلم در حقم کردند و لطوکوبم کردند که کسی با حیوان چنین ظلم نمی کند. انسان نمی شماریدند. در نانوایی ها هم نان نمی دادند. سرنوشت پناهنده های دیگری بازگشته از ایران هم با عبدالقادر مانند است.
مشکلات ما تو مرز اردوگاه ماندیم، ما رو اینقدر کتک میزنه، میگه که تو آب ندادی با ما، دولت شما آب قطع کرد، میگه اینقدر کتک کاره ما کتک خیلی زیاد خوردیم، عذاب کشیدیم. مسئولان محلی طالبان در نیمروز میگویند ماهانه 10,000 نفر از ایران برگردانیده میشوند. روزانه خلق شیرازی افرادی که از ایران روزانه از راه نیمروز می آیند تقریبا به 2500 نفر می رسد. ماهانه 50 تا 55,000 تن داوطلبان و اجباری می آیند. تقریبا کیږي. با این همه گروه دوباره به ایران برمیگردند. برخی در جستجوی کار و گروه دیگر سفری طولانی تری در پیش دارند. آنها نیت دارند از آنجا به ترکیه و بعداً به اروپا بروند. پیر و جوان و حتی نوجوانان بار و بندشان را بسته راه مهاجرتی پرخطر و قاچاقی به ایران را پیش گرفتند. رحمیدین که بارها به ایران رفته و رانده شده است، باز در این راهی دشوار و ناروشن به سفر برآمده است. سال 91 تا حالا 16 بار من رد مرز میشم از راه پاکستان. فقط مشکلات و بیچارگی من نمی‌بینه که بعد به ما رسیدگی بشه. اکثریت افغانستان را به دلیل تهدیدهای امنیتی و مشکلات اقتصادی ترک میکنند. در ایران هم بسیاری ها مجبور هستند کاری سیاه کنند، آن هم اگر برایشان اجازه بدهند. بنا به آمار کمیسریت عالی سازمان ملل متحد که آخر سال گذشته نشر شد، نزدیک به 4.5 میلیون افغان در ایران به سر میبرند. اکثریت غیر قانونی وارد این کشور شدند و سند اقامت ندارند. با گفته این سازمان، پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اوگوست سال 2021 مهاجرت افغانها به ایران بیشتر شده است. در عین زمان بازگشت دوباره به افغانستان هم زیاد شده است. وکیل پارلمان قرغیزستان ژاناربек اوقویف در جلسه 1 ایون قرار دادگاه کنستیتوسیونی این کشور را برای باز کردن پرونده جنایی ضد وکیلان بیروزگی پارلمان تنقید کرد. با گفته اوقویف اکنون وکیلان پارلمان قرغیزستان باید با رگلامنت تغییرات وارد کنند. همچنین او پیشنهاد کرد که رئیس دادگاه کنستیتوسیونی این کشور با استعفا فرستاده شود. در کنستیتوسیا گفته شده است که وکیل پارلمان برای اظهار نظرش نباید تعقیب شود. ظاهرا اکنون ما از منبر پارلمان تنها درباره چاره‌واداری میتوانیم صحبت کنیم. افزود ژاناربek اوقویف. دادگاه کنستیتوسیونی قرغیزستان اخیراً قراری را صادر کرد که حتمی بودن اجازت پارلمان را برای بازداشت وکیلانش بکار میکند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 2 ایون را فرا میگیرد. 2 ایون سال 2016 دادگاه عالی تاجیکستان 14 عضو ریاست حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان را به مهلت‌های طولانی به زندان محکوم کرد. مقامات تاجیکستان حزب نهضت را به دست داشتن در آشوب گنرال عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر سال 2015 ایبدار می‌کنند، ولی حزب نهضت اسلامی این اتهامات را بی‌پایه و اساس نامیده است. 2 ایون سال 2004 مجلس نمایندگان تاجیکستان به اجرای حکم قتل در کشور مراتوری اعلان کرد. بیکار شدن حکم قتل یک اقدام بشری بوده، شانس پیشگیری از اشتباه حقوقی در نسبت محکوم شده در جنایت را فراهم می‌کند. 2 ایون سال 1940 زادروز آوازخوان معروف تاجیک ظفر ناظم است. ترانه‌های ای سوربان، آهستران، بگذار تا بگیریم و دیگرها تا امروز محبوب و آشنا می‌باشند. قرب روبل روسی در برابر پول ملی نسبت به روزی گذشته به تغییر مانده است. بر اساس قرب تعیین کرده بانک ملی امروز نیز 1000 روبل روسی با 134 سومانی و 50 درهم عوض می شود. 100 دلار آمریکایی برابر با 1091 سومانی و 100 یورو با 1168 سومانی برابر است. نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود را با ما نویسید. تا دیدار بعدی در همین برنامه، خدا نگهدار.